به دومین ویدیوی آموزشی گازی ما خوش آمدید. در این فیلم ما مزایای گازی را توضیح می دهیم هنگامی که با پلتفرم‌های تجاری کلاسیک مقایسه می شود. موانعی که معامله‌گران FX در سکوی معاملاتی FX کلاسیک مواجه می شوند مورد بحث قرار خواهد داد و سپس نگاهی به چگونگی پلتفرم گازی با اجتناب از چنین موانع تجاری می اندازیم. اسپردها در پلتفرم‌های تجاری سنتی، اسپرد یک هزینه پنهان حاصل شده هنگام تجارت هر ابزار مالی است. یک تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت ارائه شده میباشد و میتواند برای معامله‌گران تعدادی از عوارض و معایب ناامید کننده را آشکار کند. اسپرد گسترده میتواند به زیانهای بزرگ هر معامله منجر شود. اساساً به شما کمتر از آنچه شما کسب کرده اید با توجه به قیمت بازار ارائه می شود و خطر این می تواند متفاوت باشد. محاسبه سود معاملاتتان بر اساس دو قیمت دشوار می شود. معامله‌گران هنگامی که بررسی می کنند چه قیمتی بخرند یا بفروشند گیج و مشوش می شوند. گازی از سوی دیگر دارای یک قیمت می باشد. قیمت بازاری که شما درخواست می کنید یک چیزی است که دریافت می کنید. بنابراین معامله‌گران کنترل کامل معاملات خود در هر زمان را دارند. وقتی که یک معامله باز می شود، شما به سادگی انتخاب می کنید که آیا قیمت بازار در جهت بالا یا جهت پایین حرکت خواهد کرد. اسلیپج اغلب اوقات هنگام بسته شدن معاملات به روی پلتفرم‌های کلاسیک، معاملات با قیمت بدتر از قیمت مورد انتظار تجارت اجرا و یا متوقف می‌شوند و در نتیجه کاهش سود بالفعلی برای کاربر پیش می‌آید. در گازی مفهوم اسلیپج وجود ندارد. هنگامی که معامله ایجاد می‌شود و قیمت خطر و قیمت هدف تعیین می‌گردد، پرداخت در این معامله بین پرداخت هدف شما و صفر خواهد بود. صرف نظر از به فرض اینکه قیمت از طریق سطوح هدف حرکت کند. بنابراین به محض اینکه قیمت هدف کسب و یا تصویب شود، معامله تمام می شود. بیایید به عنوان مثال طلا را در نظر بگیریم. من 25% بازده و $100 برای سرمایه‌گذاری و جهت بازار را انتخاب خواهم کرد که به سمت بالا یا پایین خواهد بود. هنگامی که معامله من تایید شود، من می توانم سطوح هدفم را در پنجره سرمایه‌گذاری باز ببینم. بنابراین هیچ خطری برای از دست دادن بیش از $100 که من بدون توجه به اینکه بازار شکاف قیمت دارد یا خیر سرمایه‌گذاری کردم وجود ندارد. مدیریت ریسک. همه معامله‌گران FX می‌دانند که سطح زیادی از مدیریت خطر در هنگام محاسبه و تنظیم درگیر است. الف سفارشات استاپ لاس، ب سفارشات تیک پروفیت، ج داشتن مقدار صحیح موجودی در دسترس و خیلی بیشتر. اما با گازی همه چیز ساده و اتوماتیک می شود. معامله‌گران لازم نیست که در مورد هر یک از این چیزهایی که همه در سیستم انجام می شود نگران باشند. به عنوان مثال، اگر ما معامله‌ای در یورو به دلار با سرمایه‌گذاری $100 و با هدف 50% بازگشت در نظر بگیریم، حداکثر خطر $100 است و حداکثر بازگشت $50 است. سطح قیمت‌ها همه به طور خودکار تنظیم شدند. اسکالپینگ شامل باز و بسته شدن تعداد زیادی از معاملات در دوره کوتاه زمانی به منظور تولید سود سریع می باشد. در FX کلاسیک هدف قرار دادن حرکت قیمت جزئی استراتژی نامناسب در نظر گرفته می شود و معامله‌گران می تواند با کارگزاران مسدود شوند و یا حتی تمامی یا قیمت یا قسمتی از سودشان لغو گردد. در مقابل این روش در گازی تصویب و ستوده می شود و حتی چنین استراتژی هایی را تشویق می کنند. با گازی همه چیز در مورد حرکت های جزئی بازار است که پرداخت های هدف سخاوتمندانه را ایجاد می کند. به طوری که به عنوان مثال یک حرکت جفت نقاط می تواند صدها دلار تولید کند و به عنوان معامله 100% صحیح در نظر گرفته می شود. به طور سنتی معامله‌گران باید برای معاملات باز باقی مانده در طول شب سواب پرداخت کنند. هزینه‌های سواب با توجه به ابزار معامله متغیرند. هزینه‌های نرخ بهره ممکن است برخلاف اعتقادات برخی از معامله‌گران باشد.
با گوازی هیچ گردشی بر هزینه‌های سواپ وجود ندارد. همه سرمایه‌گذاری‌های معامله شده روز میباشند. حتی اگر سطوح هدف کسب نشده باشد، تمام سرمایه‌گذاری‌ها در پایان روز معامله و در قیمت بازار رایج بسته خواهند شد. به طور کلی، گوازی پلتفرمی است که به آماده‌سازی معامله‌گران با استفاده از روش به مراتب ساده‌تر و قابل انعطاف‌تر معامله اختصاص داده می‌شود، هنگامی که با نرم افزار معامله کلاسیک قیاس می‌گردد. شما کنترل کامل بر معاملات خود دارید و به علاوه از جنبه‌های ناامید کننده و خسته کننده پلتفرم‌های معاملاتی سنتی رها هستید. امیدواریم که شما از این فیلم آموزشی لذت برده باشید و به گرمی ورود شما را به گوازی، نسل جدیدی از تجارت، خوش آمد می‌گوییم.